به خاطر دستگیری کلی نیمه‌نهایتگر مشکل قلب داشته دانیا کریستیان اریکسن محسوب یافته بود که بار دیگر از همدلی و متحدی برای انسانیت نشان داده بود. بر زمین در کل بازی‌های یورو سخن‌های دلگرم از برای اریکسن شنیده می‌شد. با ادامه سخن سر ارزشمندی‌های مخلصان میتوان گفت که سبقت‌های یورو 2020 نشان دادند که دوستی و رفاقت و همدلی‌ها همه وقت بالاتر از دلخواه سیاست و جدایی اندازی‌هایند. وکیلان اوکراینی باشند به خاطر دستگیری‌های فوتبالبازان خویش حتی با پیراهن‌های فوتبالی به مجلس‌ها می آمدند. مخلص انگلیسی حتی از برای قهرمانی بر محل خالکوبی کرده بود ولی اخیراً کلی چیز برباد رفت. مخلص دیگر انگلیسی باشد رفتار دغل‌کارانه کیلینی را وقتی بازی فینالی در بدنش به تصویر کشیده است که البته جز علم از باخت نیست. خود بازی فینالی با ایتالیا را باشد در انگلیا 31.5 میلیون نفر تماشا داشتند وقتی دستگیری‌های دسته از نیم جزیره کرینه مخلصان تاجیکستانی هم نهایت فعال به چشم رسیدند. همزمان کشاورز پیروزی دسته منچین را به طور خاصه در صحرا به تصویر کشیده بود. طایفه دیگر نهایت محبوب و مقبول دل همگان کودکان ورزش پرست و ورزش دوستند که مخلصی آنها واقعا هم صمیمانه و از دل است. از جمله کودکان فوتبال دوست را نباید از یادها برآورد که چطور خرسندی بخش در پیروزی ها و تسکین دهنده دل در سختی هایند. مخلصان اشدی از همین چهره هایند و یا که میتوان از انتظاری های این نفری با امید برای دسترسی به پیراهن ریشارلسون را گفت که اخیراً به آرمانش رسید. گلدخترکان اوکراینی پیچیده در پرچم ملی در منبرهای یورو خود منظره مهربانانه دیگر را میماند که اخیراً این دستور یکان را تا به نزد نفران اول اوکراینی در فوتبال رساند. ولی برزم احساس شوی چنین صداقتی خاصه به ورزش و ورزشکاران کودکان ورزش دوست حتی قادرند که در منبرها هم به یکدیگر شادی ببخشند. همچنین با تکرار میتوان اشاره نمود که محروفیت و سیر مخلص بودن ورزش رقم اول به درجه به اندازه و عالمگیر است که میدانهای زیبای فوتبالی را حتی اطراف یخپاره‌های بزرگ آرکتیکا و در پارچه‌های آخر زمین، جزیره‌های افسانوی و زیر کوهدامن‌های برفپوش میتوان به چشم سر دید. همچنین در برابر میلیون‌ها مخلصانش فوتبال بازان کسبی هم پیراهن این نفری تاریخ ساز را برابر به جایزه برایشان میدانند. از برای مسی واقعا هم از خرد تا بزرگ میگریستند و در وطن گرامی خاصه می‌دارند زمانی که حریفان ازلی پیراهنش را بالا میکند. صداقت و مهربانی‌های با همین مانند را فوتبالباز دیگری بهترین دنیا کریستیانو رونالدو صاحب است که در میان خرد و بزرگ و تندرست و ضعیف محبوبیت خاصه دارد. چون این ورزشکاران صاحب نام با هر یک عمل احترامانه بیرون از میدانی خویش صف مخلصان انفرادی خود را بیشتر می‌کنند. پس از آنی که استیوارد میدانی از ضربه کریستیانو رونالدو لط خورد ولی پرتغالی با عمل بعدی خویش در قلب این مخلص جای گرفت. کریستیانو رونالدو به درجه مخلصان بیشمار دارد که هر نفر در علاهیدگی از مهر خود نسبت رونالدو اظهار می دارد و مثال این زنی دارای امکانیت‌هایش محدود که با پایهایش رسم زیبای رونالدو را به تصویر کشیده است. بازگشت رونالدو به امیو باشد الکی تاریخ خاصه خود را در خالکوب‌های مخلصانه دارد. وقتی از فوتبالبازان جوان سخن میزنیم اینجا البته که امباپه جایگاه خاصه دارد، چرا که دیوارهای بزرگ هم طرح زیبای عکس این فرانسوی را در خود دارند. کیهان‌نورد فرانسوی باشد محض به خاطر دستگیری از مهارت این جوان فوتبال را از کیهان تماشا میکرد. با یادآوری از قهرمانی‌های شوماخر دستان میتوان گفت که فرانسوی دیگر آنتوان گریزمان باشد مخلصی نمودن به بکهم را پنهان نکرده و پوشیدن چنین پیراهن آستین دراز را برایش ضرور میشمارد، در حالی که ماتس هوملز مهری بسکتبالی در دل میپرورد. دسته میامی بکهم باشد به خاطر جلب بیشتر مخلصان پیراهن‌های نو موسمی را واقعا هم به طرزی دیگر معرفی کرد و آن هم زیر آب‌های صاف اقیانوسیا اتفاق افتاد. مخلصان البته که مهری به اندازه به اشرف حکیمی را هم فراموش نکردند و ارتش بزرگ میلانی آمادگی‌ها و موسم نو را به طور مخصوص نشان داده است. با یادآوری از صحیفه‌های تاریخ به منبرهای لبریز از مخلصان تیم نصف می‌نگریم و همچنین به نمای ورزشگاهی بیش از 100,000 نفره آمریکایی وقت بازی دوستانه رئال امیو نگاه می‌کنیم. در ادامه سخن‌ها سری کارنامه مخلصانه باید علاوه نمود که تیم بالتون به خاطر تشکری به مخلصان در وقت کمک زمان پاندمی
نام هر یک نفر سهمگزار را در نزد میدان کنده‌کاری نموده است. قسمت آسمانی رنگ منچستری باشد کهن‌ترین مخلص 104 ساله خویش ویرا کاین را از دست داد که این زن از سال 1933 در سن 16 سالگی این جانب در بازی‌های منسیتی به تنفس اشتراک می‌نمود. لیورپول باشد در طول تاریخ با سر مخلصی خویش معروفیتی خاصه دارد که آن هم از میدان ارجمند انفیلد و طرح پرنده شاهی میماند که چطور ردبولی ها را زیر پا کرده است. در ادامه سخن سر مخلصان اشدی، مخلصان فوتبال تاجیک را هم نباید فراموش کرد که واقعا هم تاریخ خاصه مخلصانه خویش را دارند. اشتراک مخلصان تاجیک در ورزشگاه‌های آمریکایی، نمودار گردیدن پرچم ملی تاجیکان در نزد ورزشگاه سانتیاگو برنابئو سخن می‌کنیم. یا نفری که به دستگیری منتخب فوتبال تاجیکستان به ورزشگاه روان است و گروهی از کودکان امیدبخش کوهستانی برتنگ مخلص گشتین ملی اند و در این راستا کامیاب شدنی‌اند. وقتی از مخلصان فوتبال ترکی میگوییم واقعا هم افسانه ها به یاد می آیند. ماه دکبر سال پار باشگاه ترکی فنربخچه مخلص اشدی 90 ساله خود احسان گونگارنلر را از دست داد. این زن از بازی‌های خانگی فنر 70 سال باز با شوهر خود دیر نمانده بود. فنربخچه هم دیگر باره پیکره این جفت وفادار را در ورزشگاه ایستاد نمود که کل مخلصان آنها را می‌دانستند. حالت‌های انگشت شماری هستند که مخلص تیم با زحمت خود به مسند پرزیدنتی تیم میرسد و مثال آنه که در برزیلیا از سال 2012 تا به سال 2020 اتفاق افتاده است. چون این کار نسبت تییاگو ریاش برزیلی راست آمد که با سانتا کروز از مخلص یگانه تا به پرزیدنت موفق رسید و آرزوی آن را دارد که به چمپیونات باشگاهی جهان میرساند. باشگاه از لیگ سوم شتات که پیراهنش را پرزیدنت کشور به بر نموده است و کلی چیز به خاطر مخلصی یک نفر به دست آمده است. در میان هزاران مخلصان فوتبالی البته که در ردیف به اعتدال آمدن وضع پاندمیایی دیگر باره منبرهای ورزشگاه ها را مخلصان سرشمار سرازیرند که البته اینجا از زیبایی خاصه بانوان فوتبال پسند نباید فراموش کرد. چه در سبقت‌های یورو 2020 و چه در سبقت‌های فوتبال باشگاهی بانوان زیبای فوتبال پرست را بسیار میتوان دید که البته اطراف ورزشگاه‌های بزرگ را به مراتب جالب‌تر می‌سازند. این باشد تازه‌کاری‌های خاصه مخلصان فوتبالی هلند است که طبیعت اطراف را با پرگی آغشته فوتبال نمودند، در حالی که در فضای دیگر مخلصان حتی طریق طیاره‌ها آماده کمک به مربی‌اند. نیکلاس 11 ساله برزیلی را که مادرش در هر بازی وارد ورزشگاه نموده از بازی‌های پالمیراس برای شرم می‌دهد. محض این نفران از جانب فیفا جایزه مخصوص گرفتند. همچنین میتوان از مخلصی کنی‌های صداقتمندانه عائله ازبک‌های همسایه سخن راند زمانی که ورزشگر آنها در توکیو 2020 نشان برنجی از جودو گرفت. در عقبت‌های سرسخت جودو همچنین مدینه تایمازوا با وجود جراحت وزنین مدال برنجی گرفت و در عقبت‌های دستوی هم پیروزی یگانه تیم روسی را تامین کرد. شخصیت‌های فوتبالی باشند در عالم ورزش و درجه از شان و شهرت خاصه برخوردارند که نمای عمارت‌های بزرگ انشاءات‌های معاصر را چهره‌های فوتبالبازان شهرتیار زیب می‌دهد. حفظ کردن پیراهن‌های بازیگران بزرگ، جای دادن سایه‌دست و بردن پیراهن‌های ورزشگران به میدان‌های ورزشی کای‌ها باز عنعنه است که مخلصان به آن صادق می‌مانند. اما زمانی که کار به خالکوبی‌های بدن می‌گذرد، این مخلصی کنی و صداقت سطحی کاملاً دیگر است. مسلم است که باشگاه‌های فوتبالی رمز اصلی خود را دارند و احترام گذاری به این رمز ارزشی بزرگ دارد و مثال آنی که در تیم لاتزیو نسبت عقاب احترامی خاصه به جا می‌آورند. ولی بر زمین از شور و شوق مخلصانه فوتبال وطن هم نباید فراموش ساخت. مثلا زمانی که ورزشگاه سرازیر از مخلصان را در دوشنبه می‌بینی و چگونه در تیم استرافشن اعتقاد فوتبالی هیچگاه کنده نمی‌شود، یا چطور خوجندی‌ها با صداقت به پیشواز بازیگران خویش می‌شتابند. از جانب دیگر دسته‌های فوتبالی نیز با پرقوت شدن اقتدار مالیوی خویش
صاحب مخلصان بیشتر می شوند و این چیز را در مثال نیوکاسل یونایتد می توان مشاهده نمود. اما بر ضمن صمیمیت و وفاداری خاصه مخلصان نسبت تیم دوست داشتنی، باز برعکس کار زمان دچار بحران گردیدن دسته‌ها، مخلصان البته که نفران عیبدار را با قهر و غضب جویا می شوند. و مثال آنه که کلی بی‌ترتیبی ها در بوسنیا از یک عمل ناجوی داور سر زده بود. و مثال این تاریخ فوتبال هزاران بی‌ترتیبی های فوتبالی را دیده است که نباید از جانب دلباختگان ورزش تکرار شود. در مورد مخلصی با رونالدو اگر حرف زنیم سخنها کمی میکنند، زیرا مخلصان این چهره دستان فوتبالی به درجه زیادند که حتی بعد باخت‌های بزرگ امیو با رونالدو و رفتنش به کشور سعودیان شماره مخلصانش کم نگردید. مخلصان اشدی از دیدار با رونالدو عموما خود را در عالم دیگر احساس میکنند. مخلصان مسی باشند بهر نزدیک شوی به مسی و دریافت پیراهن آرژانتینی بزرگ به همه چیز تیارند. در این راستا نیمار را نیز نباید فراموش کرد، زیرا افسونگری برزیلی با توپ نیز در میان مخلصان بیگانه نیست. وقتی دچار مشکل بودن منچستر یونایتد مخلصانش نیز حالی زار داشتند، ولی مهمتر از همه فرگوسن بزرگ همه وقت به تیمش صادق میماند. در این برابر باید اشاره نمود که محمد صلاح چهره روشن فوتبالی است در انگلیا که به شرافت او لیورپول با ارتش سرشمار مخلصان در زمین‌های شرق و غرب بلد شد. تنها در برنامه مخلصان اشدی شما امکان دارید که آید به کدام تیم فوتبالی مخلص بودن ستاره‌های دیگر جهانی را بفهمید. اینجا باید اشاره نمود که مرد عنکبوت با پیراهن پریزی است و حبیب در منچستر سرخ اقامت دارد، زمانی که کانور مکگریگور طرفدار به یونایتد، مینی پاکیاو نارنجی پوش است و لیوناردو دیکاپریو مشتاق بسکتبال می باشد. لوچانو سپالتی باشد پیراهن‌های زیادی فوتبالی سرجم نموده و فدرر از تاتیو دل پیرو پیروی می کند. همچنین به ستاره‌های دیگر می نگریم که کدام دسته ها را مخلصی می کنند. مارادونا باشد شخصیت جاودانی است که از خرد و بزرگ همه مخلص این کسند و مثالی که از پیراهن‌های ناپولی می توانیم اشاره کنیم. مسلم است که نه تنها ورزش رقم اول مخلصان بیشتر دارد، بلکه با اشاره به مخلصان الکساندر اویچکین می توان گفت که شماره دلباختگان خکی نیز کم و کم نیستند. یکی از نمودهای سرمخلص ورزش این محاربه‌های آمیخته می باشند که زمانی به زبان آوردن نام حبیب آدمان از خرسندی طبل شادی می زنند. یا خود رقابت اخیر پیاتر یان نوابسته از باخت در وطن چگونه فضای اتحاد به میان آورد. الیویرا باشد نفر است که به شرافت جنگ‌های بدون قاعده خود را در زندگی و پررگی دریافت. شوق کودکانه به فوتبال و دلخواه نمود ورزش البته که بدون هیچ غرض هاست و صمیمانه ترین است.